سلام دوستان عزیزم، به کانال رهایی خوش آمدید. امروز با مطلب جالبی در خصوص قدرت بی انتهای ذهن و افکار انسان میخوام با شما صحبت کنم. دوستان عزیزم، فکر ما منبع ارتعاشات و انرژی هست، ارتعاشاتی که جهان پیرامون ما رو میسازه و شکل میده. حتی وقتی ما به چیزی فکر میکنیم در واقع داریم ارتعاشاتی رو خلق میکنیم که اون ارتعاشات میتونه شرایط زندگی ما رو تعیین کنه. تصاویری که در ذهنتون مرور میکنید کم کم زندگی شما رو میسازن. پس بر افکار خودتون حساس باشید و مطلقاً به چیزهایی که نمیخواید فکر نکنید. این نکته خیلی مهمه. ارتعاشات و فرکانس های منفی رو سعی کنید از ذهن خودتون بیرون کنید و اونها رو به زندگی واقعی خودتون مخابره نکنید. در واقع با فکر کردن به هر چیزی شما تصاویری رو به ضمیر ناخودآگاه خودتون ارسال میکنید و ضمیر ناخودآگاه هم شرایط رو به صورتی ایجاد میکنه که شما اون افکار رو در زندگی واقعی خودتون تجربه کنید. ما هر کدوم مسئول زندگی خودمون هستیم، اونم با افکارمون. این که شما چطور فکر کنید و چطور رویا پردازی کنید، چه رویاهایی داشته باشید و مهمتر از همه این که به اون رویاها چقدر در طول زندگی و در طول روز فکر بکنید، کیفیت زندگی خودتون رو در واقع تعیین میکنید. دوستان، تجسم رویاهای شما معجزه‌گر هست. از این جمله لطفاً به آسانی عبور نکنید. این واقعیتی هست که زندگی هر کدوم از ما رو خلق میکنه. قطعاً در این خصوص شما تجاربی داشتید، اینکه به چیزی زیاد فکر کردید، حالا فرق نمیکنه چه مثبت و چه منفی، و پس از مدتی دیدین که اون افکار واقعاً در زندگی شما اتفاق افتادن. اگر شما بتونید از قدرت ذهن خودتون استفاده کنید و بر چیزی که میخواید و به دنبالش هستید کاملا تمرکز کنید، میتونید معجزات زیادی رو در زندگی ببینید. افرادی بودن که تونستن با قدرت ذهن خودشون حتی بیماری‌های سختی مثل سرطان و دردهای طاقت فرسا رو هم ریشه کن کنن و سلامتی خودشون رو به طور کامل دوباره به دست بیارن و این درمانهای معجزه آسا رو فقط و فقط با قدرت ذهن خودشون تونستن به دست بیارن. خیلی ها در طول تاریخ بودن که پی به قدرت ذهن بردن و با تجسم دقیق و تمرکز بر روی چیزی که میخواستن تونستن به اونها دست پیدا کنن و بر موانع سخت و بیشمار زیادی غلبه کنن و غیر ممکنها رو بشکنن و اونها رو ممکن کنن. با گسترش علم، دانشمندان مغز و ذهن انسان رو اومدن بیشتر مورد مطالعه قرار دادن و به این نکته رسیدن که به طور معمول انسان‌ها در طول دوران زندگی خودشون تنها 10% از نیروی ذهن و مغز خودشون رو مورد استفاده قرار میدن. اگر حالا ما بیایم و از تمام ظرفیت‌های مغز خودمون استفاده کنیم، قطعاً زندگی شکل دیگه‌ای به خودش میگرفت و تصور کنید که چه جهان شگفت‌انگیزی رو ما میتونستیم تنها با قدرت افکارمون بسازیم. حالا فرض کنید اگه تنها میتونستیم از 20% از مغز خودمون استفاده کنیم، قدرت یادگیری ما به شدت افزایش پیدا میکرد و با دیدن و حتی شنیدن چیزی اون رو میتونستیم به راحتی یاد بگیریم. در این حالت دقت و تمرکز ما به حدی افزایش پیدا میکرد که میتونستیم چند کار رو به طور همزمان انجام بدیم بدون اینکه حواسمون پرت بشه. میتونستیم حتی نسبت به مسائل مشکلاتی که باهاشون مواجه میشدیم
درک بالاتری داشته باشیم و اونها رو از زوایای مختلف ببینیم و راه حل‌های بهتر و سریعتری هم برای اونها پیدا کنیم. حالا تصور کنید اگه ما بتونیم از 30 و یا 40% از ظرفیت مغزمون و از قدرت مغز و ذهنمون استفاده کنیم، به طور اعجاب آوری میتونستیم تنها با یک بار شنیدن یک زبانی که تا حالا اصلا نشنیدیم و کاملا برای ما جدید و بیگانه هست اون رو به راحتی یاد بگیریم، فقط با شنیدن، اون هم یک بار شنیدن. پس ببینید چه قدرت‌های جادویی در مغز و ذهن ما قرار داره که ما از اونها غافلیم. حالا اگر ما بتونیم نیمی از قدرت مغزی خودمون رو استفاده کنیم، قادر بودیم که مغز بقیه رو هم کنترل کنیم و از طریق تلپاتی با اونها به راحتی ارتباط برقرار کنیم و حرفای خودمون رو به اونها دیکته کنیم و افکار خودمون رو به راحتی به اونها منتقل کنیم و اونها رو تحت کنترل خودمون قرار بدیم. هر چقدر که ما بتونیم بیشتر از ظرفیت مغزی خودمون استفاده کنیم، دنیای متفاوت تری رو میتونیم خلق کنیم. هر فکر و تصوری که در کسری از ثانیه از ذهنمون بگذره میتونستیم در این شرایط اون رو تبدیل به واقعیت کنیم و مرز بین خیال و واقعیت دیگه برای ما معنایی نداشت و تک تک سلول های بدن رو هم حتی میتونستیم با قدرت مغزی خودمون تحت کنترل در بیاریم. پس لطفاً از این به بعد مراقب افکارتون باشید و تنها بر چیزهای مثبت و چیزهایی که میخواید فکر کنید. لطفاً فقط به آرزوهای خودتون فکر کنید و اونها رو هر لحظه در ذهن خودتون به تصویر بکشید. امیدوارم که هر روز بتونید زندگی زیباتر و رویایی تری رو تجربه کنید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. ممنونم از همه شما عزیزان.